ای دوبین که بدست، ای صاحب کرسی، ای مفتش، ای شش معدل کارگروش، با یک بیچاره ظلم نکن، با یک آدمی بیگناه برای خاطری تهمت شده او رو ظلم نکن. امروز که تو قدرت داری، این که تو منصب داری، امروز که تو کرسی داری، فالظلم ترجع عقباه الی الندم، ظلم آخرش پشیمانی میبیارد، ظلم آخرش خانه خرابی میبیارد. از ظلم و اذا دام دمر، ظلم وقتی که ادامه کردن گرفت و جامعه را خراب میکند، مملکت کلاب میکند، خانه خودی ظالم و ویران میکند. و عیناک تنام عیناک والمظلوم منتبه یدعو علیک و عین الله لم تنمی. تنام عیناک، تو ای ظالم او بیچاره رو میزنی با دمکه بالغت، خونشار میکنی، بیهوش میکنی، در کمره میفرتایی، خانت میری، در بالای دیوان خواب میری. تنام عیناک، تو رو خواب میبره در بالای دیوان بعد از این وحشیگری، بعد از این ظلم و بیدادی. والمظلوم منتبه، او بیچاره نالش میکند، دعا میکند، یدعو علیک و عین الله لم تنمی، او در حق تو دعایی بد نکند، اما چشم هست که او رو دیدی ایستاده است، چشم هست که او رو میبیند، چشم هست که کمره که او رو پوشان داشته میتند. او دیدی ایستاده است، او دعایی او شنیدی ایستاده است، او حال این بندی مظلوم شه با او جراحت های خون‌آلود دیدی ایستاده است. یدعو علیک و عین الله لم تنمی. پروردگار چی میگفت؟ فعزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. پروردگار میگفت ای بنده مظلوم من، تو صبر کن، قسم به عزت و جلال من خانه این ظالم خراب نکنم. حذر کن ز دودی درونهای ریش، حذر کن ز دودی درونهای ریش، که آه جهان به هم برزنه. احتیاط کن ای ظالم، ای بیرحم، و یا مانند تو انسان است. وقتی که بادم که او بیگناه میزنی با چطه و با شفاتی، تصور که خود در جای او باش. ای زبردستی زیری دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار. آکی آخر روز از منصب میری، آخر از منصب هم نروی، روز مرد تو را از این منصب کنار